خبر نداره از اصل حقیقت که پیغمبر بعد از اینکه دعوت بده بعد از او باز شما دعوت قبول نکنی باز حالات دیده میشه که چی گپه هست. امروز هم همینطور میگن چیزی که قوت داری بیار، ما نمیکنیم همینطور. راه پدرها را در پیش گرفته. راه چی را؟ در اینجا و دلیل دیگه نداره، سند دیگه نداره، پدرای ما میکاره کرده. امروز هر مسئله دینه که شما با مردم میگی دیگه گپ نداره، وای پدرای ما کرده، فلانی مولا اینجا بودی کار کرده. و برادر دلیل عمل مولا نیست، دلیل کاری پدران نیست، دلیل کاری قوما نیست، دلیل کتاب الله و حدیث رسول الله است. منزل این پشت سر میایه. دلیل باید منزل باشه از جانب الله. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس. هود علیه السلام میگه ظاهر شده. اینجا وقع به معنای ظاهر شدن است. بالای شما از جانب پروردگارتان رجس عذاب و غضب الله متعال. چرا که با این قدر دلسوزی یک پیغمبر براتان میاد طرف راه نجات شما را دعوت میده، شما راه مخالفت را پیش گرفتی. هنوز پیغمبر ام بیعقل میگه، ام برش بسیار تعجب میکنه. اتجادلوننی فی اسماء، چقدر گپ قناعت بخش است. شما قطمه نزاع کشمکش داره، قطمه جنگ داره. فی اسماء در مورد نامهایی که سمیتموها شما نام مانده شه، کی بابای گزند است، بابای فلان است، این شما نام مانده. این کسی دیگری نام نمانده، شما میگی کی بابای سرخکان است، این بابای دیوان است، این شما مانده. انتم شما و آباؤکم پدرایتان ما نزل الله بها من سلطان، روان نکرده الله به این نامهایی که شما سری معبودایتان مانده که فلان حاجت پورا میکنه، ایره پورا میکنه، ایره پورا میکنه. من سلطان کدام دلیل و حجت نداره، الله روان نکرده. بیاری پیش کنی. امروز همین مردم بگوی بگو به نام سخی که شما در مزار میری یا در کربلا میری یا در هر جای دیگر میری، بیار یک سند از قرآن بکش. ها؟ پیغمبر علیه السلام خو میگه لعنت الله علی الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. در آخری مرحله پیغمبر که در حالت مردن است، زمانی که برش قصه از یک کنیسه میشه که صورتها و تصویرها را در اونجا دیده، با پیغمبر قصه میشه و میگه اولئک شرار الخلق. این مردم چیست؟ بدترین مخلوق است، بدترین مخلوق که پیغمبرها و انبیای خود گرفتن قبرایشان مسجد جور کردن، جای سجدگاه. امروز سجدگاه نیست. بره شاید و شمشیره را او از کجا اگر واقعیت داشته باشه از کدام سرزمین برای محو شرک آمده، اما امروز در پالوی قبر از او شرک میشه، در پالوی قبرش نماز خوانده میشه. ببینه این کدام دین است؟ علما همونجا خطیب شاید باشه، همونجا علما باشه، چرا بیان نمیکنه؟ چرا قلف انداخته میشه؟ چرا دولت تصمیم نمیگیره؟ اگر دین است دلیل پیش کنه، اگر دین نیست چطور؟ چه حالت است؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. شما هم انتظار بکشید، من امرایتان از جمله انتظار کشنده ها هستم. معلوم میشه که عاقبت و انجام چی رقم میشه. ما خو مسئولیت خود ادا کردیم. آدم دعوتگر همیطور است، آخری مرحله این همیطور است که برش میگه من از روی دلسوزی، از روی شفقت، از روی مهربانی تو را این همی گپ برات گفتم، حالی که تو نمیپذیری حالی منتظر باش. تو به انتظار تا بکش، ما به انتظار خود میکشیم. انبیاء علیهم السلام همی رقم دعوت داده، خب مردم در مقابلش اینطور قیام کرده. دلایلی که هیچ اینقدر پوچ است، بی اساس است که بالکل ضعیف، هیچ چیز نداره. میگه پدرای ما این کار کرده، این دلیل است. با تأسف امروز ملا مردم دعوت میده، ملا مردم میگه که چیسته رای پدرایتان در پیش بگیره. نو مردم پیدا شده شما را قرآن و حدیث میگه. خب هم میگه برات قرآن و حدیث میگه، شما پیرویش نکنی. نعوذ بالله. همین عقلی ما کدام طرف میره؟ خودش هم ما را تلقین میکنه که قرآن و حدیث برات میگه و نپذیره. خود چیزی که پدرایتان کرده. عاقبت چی میشه؟ فانجیناه، ما نجات دادیم هود علیه السلام و الذین معه، کسانی که امرای هود علیه السلام بود، برحمت منا، برحمتی که از جانب ما بود. الله اکبر. عمل کرد. اگر کسی عملی نیک انجام میده واجب نیست سری الله کی او را نجات بده. همیشه نجات رحمت الله هست. همیشه به اعمال خود نظر نکنی، ولو که پیغمبر هم است محتاج به الله است. اشاره به این میکنه که هود علیه السلام معبود شده نمیتونه،
اگر او مردم از دیگه معبودا رو را دور بده، شاید هود علیه السلام خدا حاجت روا و مشکل کشا بابا جور کنه خدا برای یک مرض. نه 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 نه، پیغمبران علیهم السلام خدا بابا جور نکرده و نه خدا معبود معرفی کرده، بلکه نجات خودشان هم از جانب الله است. و قطعنا دابر الذین، ما بریدیم بیخی او کسانی را، ریشاوی او کسانی را کذبوا بیااتنا، که نسبت دروغ با آیاتای ما میکردن. آیاتا مراد از پیشی دلایل توحید ما. کدام دلایل که برای توحید گفته شد؟ یک کذبوا بیااتنا، که نسبت دروغ به احکام ما کردن، به او رسالاتی که به هود علیه السلام داده بودیم. کذبوا بیااتنا، که نسبت دروغ به معجزات ما که به پیغمبر داده بودیم کرده بودن، ما ریشکن کردیم یاره. و ما کانوا مؤمنین، نبودن که ایمان می آوردن. ایمان می آوردن، الله چی میکرد؟ عذاب برش نمیداد. لیکن این مردم ایمان نآوردن. دمود نعوذ بالله گمراهی خود مست بودن. پیغمبر هم میگفتن تو بیعقل هستی، پیغمبر هم میگفتن ما تو را چی دروغ میشمار، گپای تا دروغ میشماریم. پیغمبر هم میگفته ما را به یک الله دعوت میدی. و الی ثمود اخاهم صالحا، این داستان یک پیغمبر بود. سه گپ پیغمبر چی کرد؟ اما سه گپ از صورت ثابت شد. دعوت به سوی توحید الله متعال به کمال فصاحت و بلاغت باید بیان شود. هود علیه السلام بیان کرد مکمل، بعد از شجاعت خود نشان داد. دوم مسئله، مردم در مقابلش چی کرد؟ مردم در مقابلش انواع تهمت‌ها را لگاند. گپی هود علیه السلام سنجش نکردن، تعلیل نکردن. دو سوم، انجام و عاقبت چی شد؟ و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، بیخکن شدن. اگر دعوت شروع باشه مردم نمیپذیره، الله و قوم تباه میکنه. و الی ثمود اخاهم، به ثمود هم روان کردیم برادری نسبی از یار صالحا، صالح علیه السلام یم برادری نسبی از یار، یا روان کردیم اخاهم خیرخواه در بین مردم، صالحا صالح علیه السلام. ثمود هم در جمله اولادی نوح علیه السلام است، اما این چیست؟ دورتر است از هادیا کرده. قال یا قوم اعبدوا الله، او چی کرده؟ اول امی دعا را کرده، اول دعوتش امیست. هر پیغمبر اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکنی، غیر از الله دیگه کس قابل عبادت نیست. ما لکم من اله غیره، نیست معبودی دیگه غیر از الله متعال. این توحید میگه. هر پیغمبر آمده اول سخن، برنامه پیغمبر اول دعوتش از توحید الله شروع شده، مردم دعوت به سوی توحید، توحید الوهیت داده. قد جاءتکم بینة من ربکم، همونطور ادعا ندارم که خود همینطور به اساس برای شما بیان کرده رایستم. آمده برایتان بینة، واضح دلیل، من ربکم، از جانب پروردگارتان. کدام است واضح دلیل برای صدق گفتاری ما که ما شما را دعوت دادیم؟ و کدام است؟ هذه ناقة الله لكم آیه، این ناقه الله متعال است. این شطوره، نسبت ناقه به سوی الله اضافت تشریفی است. یعنی اون شطوره که به اسباب غیبی الله پیدا کرده، اینطور مثل توالد و تناسل از یک حیوان دیگه پیدا نشده. قوم صالح علیه السلام طلب معجزه را کردن. در بین از یا قوم صالح علیه السلام یک کمی نسبتا خوبتر بودن، چرا لااقل طلب معجزه کردن و گفتن از اینمی سنگ شطور پیدا شود. در او زمان به پیش مردم یک شطوری که ده ماهه حامله باشه، این خیلی قدر و قیمت داشت. گفت اینمی سنگ، اگر تو پیغمبر هستی، اینمی سنگ یک شطوری که ده ماهه حامله باشه باید برای. صالح علیه السلام دعا کرد، به الله خود عاجزی کرد، الله متعال ناقه را کشید. از همون خاطر مفسرین میگن ناقت الله یک معنایش است، اضافت به سوی الله به خاطر میشه که دیگه شطورا به اسباب ظاهری که در پیش مردم معلوم است پیدا میشه، توالد و تناسل. اما این ناقه بدون اسباب ظاهری که پیش مردم معلوم است، بدون او اسباب پیدا شده، از سنگ برآمده، از او خاطر ناقت الله. پس معنایش است او شطوری که بدون اسباب ظاهری الله متعال از سنگ پیدا کرده، از او خاطر. یا ناقت الله، او شطوری که مخلوق الله است. کسی نگوید که البته به ذات خود ای برآمده، نه، این مخلوق الله است. به واضح میشه که معجزه در اختیاری کیست؟ الله متعال است. پیغمبر اختیار نداره. لکم آیتن، که برای شما نشانه بزرگ قدرت الله یک و دلیل ثبوت نبوتی ما میشه. صالح علیه السلام میگه اینا سند وجود داره، قدرت الله را بس چشم سر مشاهده کرده، آن چیزی که در نظر شما بالکل قابل امکان نبود. امروز شما دیده که از این طور سنگ جامد، این طور شطور که دم و حامل است برآمده،
این دلیل شد و دلیل صدق نبوتی ماست. چرا که هر کس دعوای غلطه بکنه الله در دستش معجزه را ظاهر نمیکنه. فذروها بگذاری را تاکل فی ارض الله، دیگه قطعی شما سر و کاری نداره، بگذاری در سرزمین الله بچره بخوره. ولا تمسوها، دست نبری بریزی، بسوء ببدی، اینطور نکنه که نعوذ بالله ایره آزار اذیت بده یا بکششه. فیاخذکم، میگیره شما را در صورت رساندن دست آزار و اذیت به این ناقة الله. چی میرسه؟ عذاب علیم، عذاب دردناک. فکرتان باشه که دی شما تعرض نکنید. واذکروا اذ جعلکم خلفاء، هر پیغمبر شیوه های مختلف دعوت در کار میندازه، مردم بیدار میسازه، مردم متوجه میسازه، گاهی به ترغیب گاهی به ترهیب. راهها برای دعوت اینمیسته که انسان توسط نعمتات ترغیب میشه. انسان فکر بکنه همین وجودی که فعلا تو داری، همین صحتی که الله برات داده، کی داده؟ و یک آن واحد فشار یک کمی بالا میره، چی میکنی؟ رودت تو میخوره، چی میکنی؟ قلبت فقط بند میشه، توقف میکنه، چی میکنی؟ کلش این نعمتای الله متعال است. صالح علیه السلام میگه واذکروا اذ جعلکم، یاد کنی. مراد از یاد کردن ایره نمیگه که وی فلانی نعمت الله برام داده. مراد از یاد کردن است که نعمت مناسب استعمال بکنه. برای کدام هدف که الله نعمت داده شما استعمال بکنه. وجود شما را ببینید، چشم، گوش، عقل و قوت، کلش برای ازید داده که شما تفکر بکنید. هر چوب و خس عبادت نکنید، معبودی خود خلا عقل بشناس، اینطور شده نمیتونه. واذکر اذ جعلکم، یاد کنید در آن وقتی که به خاطری که شما را گردانیده خلفاء، جانشین یکی دیگه. قومای دیگه رفت، از بین رفته، ولی شما جانشین شده. من بعد عاد، پس از عادیا. و بوأکم، شما را جا داده فی الارض، در روی زمین. تتخذون من سهولها، که شما میسازید، جور میکنه، من سهولها، از دشتا و بیابانای ازی زمینای هموار سهول میگه. قصورا، قصرها، بلدنگا جور کرده. یا در صنعتی عمارت خیلی تکره بودن، سنگ تراش بودن. و تنحتون الجبال، شما تراش میکنه از کوها بیوتن، خانه ها را در کوهان بری خود خانه جور کرده، سموچا زده. شما در بامیان و سموچا را که ببینی به یک شکل و سموچ زده شده که عجیب، یک انجینر خیلی ورزیده نمیتونه اوتور بزنه. این مردم ها اینقدر چی داشتن؟ امکان داره قوم صالح علیه السلام در بامیان هم زندگی کرده. خب فذکروا علی الله، یاد کنی نعمتای الله را. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، شما نگردید در روی زمین فساد کننده. فساد پیشه جور نشوید. بزرگترین فساد شرک است. در رأس فساد چیست؟ چرا که عبادت که حق الله متعال است، تو را میگردانی به سوی کی؟ غیر الله. از این که در فساد بزرگ نیست. سرچشمه تمام فساد شرک است. از او خاطر صالح علیه السلام برش میگه نگردی. قال الملأ الذين استكبروا، گفتنو غټایت او کلان بینا که خود کلان میتراشه، جای پرکده میباشه، چاپلوسای دربار. گفتن امو غټای الذين استكبروا، کسانی که خود کلان میتراشیدن، کلان خو نبودن، خود کلان میتراشیدن. من قومی، از قوم صالح علیه السلام اشاره میکنه که همیشه کسانی که خود در پره بالا میگیره او نصیحت برش فایده نداره. او فایده هم از کدام درس از تعلیم گرفتن نمیتونه، چرا خود کلان میشماره. للذین استضعفوا، گفتن امی کلانا برای کسانی که ضعیف شمرده میشدن، مراد از پیشش مردمایی که نادار بودن. لمن آمن منهم، برای کسانی که ایمان آورده بود از امی قوم. چی برشان میگفت کلانا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل، آیا شما میدانی که صالح علیه السلام روان کرده شده من ربی، از جانب پروردگارش؟ ضعیفا برش چی گفت؟ قالو، گفتن اینا بما ارسل به مؤمنون، ما با کدام وحی که صالح علیه السلام روان کرده شده بالکل یقین و باور داریم. اولین کسانی که لبیک گفته به دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی بوده؟ غلاما، مردمایی کی بگه که خیلی غریب و بیچاره بود. از همون خاطر کلانات چشم سرش میکشید. عالم یک تعداد دوستای ما که عقیده توحید پذیرفت سایکو که ملکی قریه سرش بیا، او بچه همین تو آبی پیدا شده، اگه دیگه اینطور کار کردی ما تو را اینطور میکنیم، همینطور گپا هست یا نیست؟ او وقتا هم اینطور بود. چی میگه؟ قال الذين استكبروا، گفتن و کسانی که خود کلان میتراشیدن، انا بالذی آمنتم، ما به وحی که شما عقیده داره به او کافرون انکار میکنیم. ما صالح علیه السلام قبول نداریم. فعقروا الناقه، زخمی کردن. اصل عقر بریدن پای میگه.
قضار ابن سالف برش میگه 9 نفر بودن که تعهد کردن. فعقروا الناقه، زخمی کردن در ابتدا، بعد از او قتل کردن. و عتوا عن امر ربهم، سرکشی کردن از امر پروردگارشان. چرا؟ الله خو فرمان داده بود که ناقه الله را بگذاره. و قالوا یا صالح، و گفتن ای صالح علیه السلام ائتنا بما تعدنا، بیار بر ما امو عذاب را که تو ما را میترساندی یا وعده کرده بودی. ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعا از جمله کی هستی؟ مرسلین و پیغمبران علیهم السلام هستی. بیار، تو کی دعوا داری که اگر ما نپذیریم عذاب بشیم، ای گازی میدان بیار دیگه. بدبختا نمیدانه که اینطور فکر میکنه که یک پیغمبر است دیگه چی گپاره، از عذاب الله خبر نداره که عذاب الله چی رقم است. فاخذتهم الرجفه، گرفت یاره الرجفه زلزله. در دیگه جای صیحه میه، اول یک آواز شده، بعد از او با زلزله شروع شده. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، گردیدن در خانه های خود به زانو افتاده، سبای چیزام نبود. فتولى عنهم، گشت از پیشش امی صالح علیه السلام از این مردم و قال، گفت یا قومی لقد ابلغتکم، ای قومی ما خو رساندم برای شما رسالت ربی، زمواری که در ذمه ما بود از طرف پروردگار، او را براتون بیان کردم. و نصحت لکم، خیرخواهی تمام شما را کردم. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن شما قومی بوده که خیرخواه را قطعا دوست نداره. شما کسی را دوست داری که در کله کلیتان بزنه، مالیتان بخوره، بدام براتون بگویه. یک کسی را، یک مولا را ما گفتم ترجمه داری؟ گفت دهی خرا کی ترجمه میکنه؟ نعوذ بالله. قوم این قدر سبک میدانست کی خر است. ترجمه را حتی راودار نبود. در کله کلیشان بزن، بگو مردید که شد 40 شو برای من نان بیار. حالا این اسقاط پیسه را پیدا که چند لک اینجا باید چی باشه. این گپا را بکنه مردم خوشش داره. اگر تو یاره توحید الله دعوت میدی باز تو را خوش نداره. این کلام چطوری خو یا خو مرده، چه قسم گپ قطش میزنه؟ مفسرین 3 جواب داره. یک جواب است مثل در موقع بدر که پیغمبر علیه السلام سری مردهای کفار سری مردارای کفار استاد شد و خطاب برش میکرد، یا به طریق معجزه، و به طریق معجزه، به طریق معجزه بود. دوم فتولى عنهم و قال یا قوم، گشت این به طریق افسوس خوردن بالای نه ایمان آوردنشان بود، نه سری عذاب کردن. سری عذاب چی نمیشه؟ افسوس خوردن نمیشه، در نه ایمان آوردن. از او خاطر قطعی خود گفت که من خوب مشکل خود رفع کردم یا من مسئولیت خود رفع کردم، شما بودی. این دو سوم تا این قبل از مردن از یا بوده. این فا اگر چی آمده، اما این برای از این نیست که تعقیب باشه که و مرده باشه بعد از اون مخاطبه را شعیب علیه السلام کرده باشه. چرا؟ به خاطر که شعیب علیه السلام قبل از مردن از یا امی گپا را برش پیش کرده و گفته که من از جانب الله رسول هستم، سند دارم، دلیل دارم، نکنی عبادت یک الله را بکنی. لیکن او مردم قبول نکردن. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.